آقا سلام، خیلی خوش آمدید به دومین ویدیو بنده با صدا. این قرار تا آخر عمر فکر کنم بشمارم. آقا امروز منتخب پدرخوانده رو داریم که بابا جانه، میخوایم چند ترکیب باش بریم. من قبلا رفتم یکی دو تا شد تستی برای دست گرم کنی رفتم ببینم اصلا چی جوریه تا ترکیب خوبی بهتون معرفی کنم. بریم برای اولین گیم پلی. خب ما برای گرفتن بابا جان، یعنی ببریم بازی رو، اول باید سرمه رو حذف کنیم. سرمه خیلی اذیت میکنه. سپس جونده رو میذاریم برای تاکایا. تاکایا فقط جون میده و یعنی یه جوری ساپورت میکنه. و پروفسور همراه با بابا جان. یعنی فکر کنم یک کم زد هست. فکر کنم بتونم بازی ببرم. یک کم زد هستش. بذار ببینم چیکار میخواد بکنه اولین بار. آقا ما فرض رو میزنیم رو جفت قهرمان ها هست. ما مجبوریم با تاکایا دمنج بدیم. اتمام نوبت اینا. آقا دوست دارید اینا مثلا اینجوری نیا کن این تکون میخوره داشته باشیم یا نه؟ چون از اونجایی که میدونه 9 تاییم یه دونه اینو میزنیم، 2 تاییم، چون انرژیش خیلی سریع پر میشه. الان منتخبه خیلی قوی شده 94. خب عملا دیگه پروفسور بالزامی که از دست دادیم ما. خب عیب نداره. دوباره خب قوی بود، خیلی قوی بود. باری کرد آخرین ضربه هم با تاکایا میزنیم که نتونه دمیج زیادی به بابا جان بده. ما یکم تو آن پاسیم چون عملا پروفسور والزاوی کنو از دست دادیم. متوجهید؟ ما کلا همینو میزنیم ولی آخرین ضربه رو مجبوریم با اون بزنیم، با تاکایا بزنیم. بذار ببینم میخواد چیکار کنه. ببینید دوستان، ما اینو که نمیزنیم، ما اینو میزنیم که جلوی بله داولشو بگیریم. خیلی کم دمیج داد. بریم سمت، بذار یکم کمترش، یه دونه چون میریم بهش. خب بذار ببینم چی کار میتونم بکنم تا نمیرم. ما برای این کاری که کرد ما مجبوریم اینو بزنیم تا عوض کنیم. 2 تا هم یه دونه زدیم اینجا. خب ما حدود 20% مشکل رو حل کردیم. ما باید کامل بریم سمت حقیش که دست بعد میکشیمش. خواهد چی کار کنه؟ قاعدتا با تقی باید بزنه. 2 تا ضربه میکشیمش و خودمون رو یه جوری سیف نگه میداریم ببینم چی میشه. فکر نکنم بتونه بکشه. یکم دمیج دارم. بله به زور باید بزنم دیگه. ببینم چقدر میشه. 130 و وایسید. نه ای کاش یه دونه دمیج، یه دونه سپر میذاشتم، احتمال داره ببازم. ولی ببینم آقا این دست رو واقعا شانس آوردیم از یه طرف که اصلا این کمیسرش توانی اول چیز زد، پروفسور والزامی میگه این دست شانس آوردیم و بازی رو بردیم. بریم برای دست بعدی و همین ترکیب تقریبا، یا شاید مثلا تاکایا رو عوض کنم. برو بریم. عوض کنیم. ما طبیعتا سرمه رو عوض میکنیم.
خیلی خوب طرف حذف کرد. ما مجبوریم همون دست قبل رو ادامه بدیم. ترکیب دست قبل تاکایا و بالزامیک. یه سریعتر اتفاق کنیم. خیلی خوب زینت رو برمیاره و کمیسر. من منظورم بابا جان. توانایی ویژه کمیسر که الان 11 تقریبا برابریم میخوره به توانایی اول قهرمان اول که بابا جان پروفسور بالزامی که در توانایی قهرمان دوم و توانایی قهرمان سوم که نمیارسه. زید ببینم چیکار میخواد بکنه. اگه بره سمت بله ما فرض رو بر این میذاریم که رفته سمت بالزامیک. نه بالزامیک نه بابا جان، ما اینو میذاریم اینجا. ریسک دیگه بنازم ریسکو قطعا دیگه گوشی بابا جان رو تاکایا که نمیزنه. آقا ما مجبوریم این حرکت رو بزنیم سپس این حرکت رو بزنیم چون میدونستم رو بالزامیکه. اوکی زیاد هم مهم نبود اون ابیلیتی و اون توانایی ویژه. داداش دیگه شوه دیگه رو کی گذاشتی. من مجبورم این حرکت رو بکنم. این چنده مگه 285 شده هم دوزه. داداش شرمنده من باید اونو بزنم نزنم 400 یه دونه اینجا یه دونه اینجا. برو بریم بیفایده است. مقاومتش بیفایده. میریم برای چی؟ زینتش. نمیدونم چرا رفته سمت اون. این چند دمیج میده 53. اینو باید بزنم یا این بازی مساوی میشه. بله احتمال ببخشید شما با احتمال 90% مساوی میشه. بذارید من یه 700 شده 400 احتمالا میتونم بازی رو ببرم. بله بازی رو بردیم ولی خب اصلا نیاز نبود بید. بازی رو بردیم تقریبا با یه اختلاف خیلی کم 20 یا آقا این دومین برد مینی من رو برده بعدی یا علی. ما فکر میکنم زیاد دیگه از بالزامیک استفاده کردیم. بذارید از بابا جان استفاده کنیم زیاد. بذارید ببینم چی رو برمیزنه. سوسن رو برمیزد. ما نقطه ضعف بابا جان رو برمیزنیم. نقطه ضعف چی ها؟ زینت یا سرمه. ما یه دونه قبال رو برمیداریم. یه دونه دکتر جمشید و بابا جان. خب یکم کارمون سخته چون حشمت لوتی خیلی دمیج میده. بذار برم رو کی میذاره. داداش الو آقا بذار توانایی رو چک کنم. تواناییش تقریبا مساوی. خب کار خوبی کرد. خدا کنه سمت همون دکتر جمشید. مرسی آقا من دکترمو نیاز دارم. نظرم عوض شد. اگه میخواید بدونید چقدر این قهرمان قویه تا آخر نگاه کنید این بازی رو و ببینید چی جوری میبرم. اگه شانس بیارم الان شانسم آوردم ببینید چی جوری میبرم. نه دیگه
نداشتیم واسه یک. نمیخوام 13 باشه برو 14. بخش من یکم دارم تمرکز میکنم چجوری با اون ترکیب این ترکیب بکنم. ما مجبوریم این قابلیت رو بزنیم. خیلی ظالم بکش کمکش. آقا ما مجبوریم اینو بکشیم. بله که میکشیم. بمیر بعد قباره. خب بذارید ببینم میخواد چیکار کنه. نه خب آخیش. بذارید ببینم این دفعه میخواد چیکار کنه. نزن آقا نه. خوبه. حس میکنم دارم ضربه میزنم به صفحه نمایشم. ببینید 253 یعنی من یه دونه تمام. خیلی قویه این بابا جان. میریم برای ترکیب بعدی که من اهل ریسکم. من میخوام اول همیشه سرمه رو بند بزنید اگه میخواید بابا جان یا با بالزامی کردید. خیلی ضعیف چیزه. زده میگم ضعیف. منتظر میمونیم آخه ببینم چه ترکیبی رو انتخاب کنه رفیقمون. طلعت رو برمیداره. ما مجبوریم قباد رو برداریم همراه با بابا جان. خواستم اینجا بذارم. یک کم کارمون سخت شد. پس یه جونده میخوایم که تاکایا هستش. میخواستم اسی رو بردارم ولی دیدم نه. یک کم ممکنه به مشکل بخورم سر جون دادن. یه دونه اینجا میذاریم. اینم میذاریم تو به مرور زمان بهش دمنج کافی رو بده. خب بعد جانسی هم آورد. 6 تا بابا مگه میشه یا خدا. نه نکشونو یا ابوالفضل. ببین من سپر 11 گذاشتم بازم منو کش یا خدا. خب احتمالا خیلی قویه. چنده مگه این؟ 10 11 12 ما مجبوریم بازم از اینا بزنیم. احتمالا بتونه بکشه دیگه. خواهشاً نکش. سه تا رو کی میزنه؟ داداش آقا نه دیگه سید اشتباه کردی. میدونی چرا؟ چون من اینو با این میزنم سپس میشه تابم. اول یه دونه نمیدونم چیکار کنم. یه دونه اینو میزنم هچات. آها پس میخوای اونو قوی کنی. من که نمیذارم. یه دمنجم اینجا. تقریبا داریم خوب پیش میریم اگه خدا بخواد. بله مثل که بله شما درست میفهمید. به 5 تا یعنی احتمالا مساوی بشه این بازی. این 411 تا کم میکنه درست. این چند تا کم میکنه؟ 145 تا. یه دونه اینجا. بذار یه دونه قهرمانشو بکشیم. بذارید ببینم 500 تا دمنج کم میکنه. نه بابا بنازم. خیلی شانس آوردم بازم تو این ویدیو و تاکایا مجبور خودکشی کنه. یه دونه نمیتونم بکش. 145 ضرب در 5 میشه 500. نه کلا 600 تا کم میکنه. 700 تا کم میکنه. ما ریکس نمیکنیم. ما ریسک میکنیم و بازی بعدم بردیم. باز این بازی هم بردیم. میریم برای ترکیب برتر بعدی. شما میدونید و منم میدونم و تازگی بهش پی بردم. من میخوام ریکس کنم و همون ریسک خودم بلکه سوما رو حذف کنم که ریسکی نداره. این منطق
منطقی چه سبه منطقی. من میخوام اسی بردارم، تاکایا بردارم و بابا جان انتخاب کنم. بابا جان یک کم کار کردم با این ترکیب سخته، چون یک نفر داریم که جون میده این کامل. ما میریم سمت اسیش، یه دونه نوشابه بر بدن میزنیم. نمیدونم اون چیه که داره میخوره، ولی خب بذارید ببینم میخواد چیکار کنم. اگه بره سمت آقا ول کن اونو خواهشم. یه دست اونو ول کن، من قوی کنم برای هر کاری خاصی بکن. بذار ببینم. آره اول که باید سمت اسیش بریم. آقا من به 6 هم راضی هم، نمیتونم مثل بازم ریسک کنم. البته ویدیوه باید نگهش دارم، فقط ازم به خاطر این اومدم اینجا ترکیبا رو معرفی کنم. آقا نزن. خب یه دست زنده خدا رو شکر. تقریبا خوب دمج داریم. چرا؟ یاد به خودتون بپرسید چرا خوب دمج داریم، چه ربطی داره؟ چون اینو داریم. مرسی. اینو میزنم. آخیش خب اینو میزنم که میخوره به تغییر. نمیدونم شانسی گفتم. ما میریم سمت این خوشگله. دمنج 6. خیلی خوب بذار ببینم. احتمالا بازی رو باختن. همیشه هم ریسک فکر نکنم جواب بده. نه آقا ما نتیجه چی میگیریم؟ همیشه ریسک جواب نمیده. این بازی متاسفانه باختیم. آقا من شرمندم. وقتی داشتم بازی میکردم اینو یهو ضبط کننده قطع شد. خواستم اینو فقط یه ریویو داشته باشیم به عنوان آخرین درسی که داشتم. اینجا سوسن رو داره. یه لحظه من استوب بزنم. سوسن رو داره که تواناییش استوب. چه جالب استوب که میزنی نمیشه، ولی وقتی که استوب رد میکنی میشه. اینا در مساوی. اینو من سمت بابا جان من بابا جانمو قوی کردم. بعد دیدم چقدر سریع پر میشه. فکر کردم میخواد چیکار کنه، میخواد بالزامیکش بزنه. پس 3 تا انرژی رو صرف این کردم. بعد دیدم جسی رو آورد. خیلی زیبا. خیلی زیبا. من فقط نوشابه دادم بر بدن. بعد دیگه خودتون مابقی رو ببینید چه اتفاقی افتاد. یه نکته ای، الان من 5 تا از این چیزا دارم، نوشابه دارم، 4 تا من قبل خوردم خردم. یه دوپینگ بزنم روی این خیلی قوی میشه. در صورتی که وقتی دوپینگ رو بزنم خب دست بعدم این 5 تایی که دارم اینجا میشه 9 تا دیگه. پس چیکار کردم؟ یه دوپینگ زدم و فقط رفتم سراغ فکر میکنم سوسنش یا بالزامیک. احتمال رفتم سمت بالزامیکش که این 5 تا برقولکی ساخته، اتم میخواستم برقولکی ساخته از بین بره. خوب نگاه کنین اینو. دارم ضبط میکنم نت نه. آقا ما این کار کردیم و دیدید چقدر دمیج داد. این خانم سوزن میتونه از توانایی دومش استفاده کنه و به خودش و یکی دیگه سپر بده. من اینو فهمیدم که آقا 9 تا من انرژی دارم. 9 تا دارم. خب پس میتونم بکشمش. پس ببینید چیکار کردم. این چنده؟ 115. من با خودم گفتم که خب من اگه الان اینو بزنم با 9 تا هم این سپرش میپره هم این سپرش میپره، پس میتونم برم سراغ بالزامیک. پس این کارو کردم.
230 تا رو زدم، 231 تا رو صرف بالزامه کش کردم و اینجا دیگه تقریبا بازی رو برده بودم. نیازی نبود کار خاصی بکنم، فقط با بابا جان باید دمیج میزنم، یکی اینو تون کنیم با بابا جان باید دمیج میزنم، همین. امیدوارم از آخرین ویدیویی که امروز ضبط کردم لذت برده باشید. اگه حال کردید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی چاکرم.